سلام به شما کنکوری گل. میخوام تو این ویدیو یه تست خیلی مهم ریاضی عمومی از کنکور ارشد نساجی 1400 حل کنم. پس تا انتهای ویدیو من همراه باش. تست گفته که بین m و n کدوم رابطه برقرار باشه تا این انتگرال همگرا باشه. انتگرال چی داره حساب میکنیم؟ انتگرال از 0 تا پی دوم سینوس به توان mx به روی x به توان n دی x. برای بررسی همگرایی بیایم به این نکته دقت میکنیم. ببینید ناصرگی تو کدوم نقطه است؟ برای این تابع انتگرال ناصرگی تو نقطه صفره. اولین کاری که میکنیم میای هم‌ارزی تابع رو تو نقطه صفر براش مینویسی، هم‌ارزی سینوس رو. پس میشه انتگرال از 0 تا پی دوم هم‌ارزی سینوس تو نقطه صفر میشه x. پس میشه x به توان m به روی x به توان n دی x. و اینم میتونیم به این صورت بنویسیم. انتگرال از 0 تا پی دوم x به توان m رو بیار مخرج، میشه 1 تقسیم بر x به توان n منهای m دی x. چرا این کار رو کردیم؟ به خاطر اینکه ما یه فرمول به این فرم داریم، میگه اگه انتگرال از از 0 تا a تابعی به فرم x به روی x به توان p رو داشته باشی، این به این صورت هستش. اگر p کوچکتر از 1 باشه این انتگرالت میشه همگرا. اگر p بزرگتر یا مساوی با 1 باشه میشه واگرا. اینجا x به توان m تو صورت رو میبریم توی مخرج تا به فرم p سری ها تبدیل بشه. از روی این نتیجه میگیریم گفته کجا همگرا باشه. پس وقتی همگراست که توان مخرج کوچکتر از 1 باشه. توان مخرج چیه؟ n منهای m باید کوچکتر از 1 باشه. حالا به گزینه ها نگاه کن. n و m فقط باید یه سمت باشه. n و این سمت نگه دار. n کوچکتر از m به اضافه 1. حالا میشه فرم گزینه 3. به همین راحت جواب به دست اومد. ممنون که تا انتهای ویدیو من همراه بودین. یادت نره کانال ما رو سابسکرایب کن و بقیه دانشجوام که میشناسین معرفی کنین. ممنون از همراهیتون.